عبدالله خودت بفرست دل تو مدینه خونه امیرالمومنین. ای وای علی جان، شنیدم دیگه تو مدینه کسی بهت سلام نمیکنه. تا جمله رو شنید امیرالمومنین آیون خانوما حضرت دید نترات عشق از گوشه چشای مولا جاری شد. فرمود فاطمه جان راسته کار علی به جایی رسیده، من به مردم مدینه سلام میکنم اما روشونو عذابی برمیگردم. اینو مظلومیت یه نمونه است. لذا کار به جایی رسید در مدینه همه گفتن به هم. مدینه رفته ها الحمدلله اکثریت شما رفتید بدی رو در مدینه